زندگی در شهر بسیار خوبی ها داره، بله بدی هم داره، هیچ جای بی امر منفی و مثبت نیست، اما در شهر نکته های مثبت خیلی اضافی است. در شهر نکته های مثبت اضافی است. تمامی وسایل امکانات برای تو آماده است. بچه که در شهر مکتب میخونه و بچه که در دیهات مکتب میخونه زمین آسمان فرق داره. برای از کورس انگلیسی، ریاضی، ساینس کلش مهیا شد، در امتحان نمبری بالا میگیره، چرا که زمینه برش مساعد بود. اما او یک معلم است به الله معلوم که چیزی را میفهمه نمیفهمه، دمون نشسته است. اینجا در مختلف جاها میری. خب در شهر زمینه برات مساعد است از مسجد نماز خواندن. حتما الحمدلله مسجد ها کلان است، پکا دیش است، سهولت ها دیش است. در دیهات بری که سری پلال روی تبانی که تفبات کنه و توری باشه. آلی خب الحمدلله در دیهات هم مسجد ها کمی جور شده، خب لیکن چون علم وجود نداره سخت دلی در اونجا خیلی زیاد است. و اجدر خیلی لایق استنی آدم مردمای دیاتی الله یعلمو که ندانن حدود ما انزل الله، حدود آن چیزی را که الله روان کرده، یعنی منزلت و مقاصد و معانی و مطلب آن چیزی را که الله نازل کرده ندانن. چرا؟ نه ترجمه شده برشان، نه درس و تدریس شده. در شهر خو کسی از تلویزیون شنیده، کسی از مسجد تبلیغ شنیده. در دیاتا خو اکثر جاها خصوصا در افغانستان یا خو مذهب حنفی را گرفته. مذهب حنفی باید در جای جمعه شود که و حیثیت شهر داشته باشه. تمام کسبگرا در اوجا چی شود؟ پیدا شود. در دیات در یک جای میگه جمع شدن ملا که جمعه بخوانیم، آخر که زدن گفت وی ایجا کلی کسبگرا نیسته. کدام کسبگر ایجا نیسته؟ که کدام کسبگر؟ اموی که پیالا را پتری میکنه. پترگر میگه؟ پترگر نه، کسبی پترگر نیست. میگه مولا فیصله کردن که جمعه نمیشه. پیغمبر علیه السلام صحابی را روان میکنه در بنی عمر ابن عوف، مصعب ابن عمر جمعه میکنه. قریه کس پیش از اینکه هجرت کنه رسول الله و اینجا در افغانستان جمعه نمیشه. عجیب است. مردم در اون جهالت و تاریکی چیست باقی ماندن. یک روز جمعه که ما را با آخرت نزدیک میکنه، یک کم به قلب ما را سیقل میکنه و یک کمی از معلومات دین بر ما حاصل میشه، مردم دیهات از امو هم چی است؟ محروم است بیچاره. از او خاطر الله میگه و اجدر خیلی لایق استن الله یعلمو که ندانن حدود ما انزل الله. مراد از حدود در اینجا مطلب احکام، آداب، مقاصد، معانی، آن چیزی را که الله نازل کرده علی رسولی بالای پیغمبر الله و مطلب قرآن چی بفهمه. والله علیم حکیم، الله علیم است، میدانه تمام امور مطابق علم خود حکم میکنه. حکیم، هیچ حکمش بدون مصلحت نیست، کلش مصلحت ها داره. این حکم چرا میگه؟ پیغمبر علیه السلام الله تنبیه داد که تور مردمای سخت است و او مردما چون مطلب و مقصد نمیدانه بسیار طبیعت سخت مزاج داره، قطع از وا مناسب حالش رفتار شود. و من الاعراب، بعضی از مردمای دیات، من یتخذو، کسی است که میگیره ما آن چیزی را ینفقو که مصرف میکنه از شرم مسلمانای از ترس در راه جهاد مگر مصرف میکنه. اون ناشی از عقیده و مفکوره نیست، بلکه همی ما انفقی خود چی میدانه؟ مغرمن تاوان فکر میکنه، جریمه فکر میکنه. و یتربصو بکم الدوائر، از دشمنیشان، از غیظ و غصه که در مقابل شما داره انتظار میکشن بکم بالای شما دوائر، از گردش های زمانه که یک آفت و حادثه عام سرطان بیا همیشه در تمی ازی است. اینقدر دشمنی و بغض قطع شما داره. الله چی میگه؟ علیهم دایرة سو، بالای خودشان باشم چی حوادث و حالتی بدوناگوار یا بددعاست. الله بددعا کرده یا نه الله خبر داده بالایشان دایرة سو حالات ناگوار و زشت است. والله سمیع علیم، الله شنونده است تمام اقوال کفر و نفاق از یاره. علیم میدانه خیالات و نظریات، غصه و امو بغضی که در سینه های خود پنهان کرده مکمل به الله معلوم است. کلی بدیاتی هم طور است؟ نه، بعضی طور میمان نواز است، طور صفتای خوبام داره. قرآن کریم خط بطلان سری کلگی کش نمیکنه، خوب خوب میگه، بد میگه. و من الاعراب، بعضی از دیاتی ها من یؤمن بالله، کسی است که ایمان به الله داره و الیوم الاخر، بروز آخرت داره.
و یتخذ میگیرم آن چیزی را ینفقو که مصرف کرده در راه الله قربات ذریعه نزدیکت عند الله به نزد الله، این وسیله برای خدا نزدیک کردن به الله جور کرده، و صلوات الرسول ذریعه جور کرده برای دعاهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الا اینها خبردار یقینا امی خرج کردن یا اینمی مالایی که یا انفاق میکنه قربت الله ذریعه نزدیکت برای از یاست، ام به الله نزدیک میشه و ام به پیغمبر که سبب دعای پیغمبر میشه. سیدخلهم الله فی رحمته، زود است که داخل کنه الله متعال یاره در رحمت خود. چرا؟ به خاطری که بر رضای الله مصرف کرده عمل کرده. ان الله یقینا الله متعال غفور مهربان ذات است، بنابر غفوریتش آن چیزی که مصرف کرده ذریعه قرب الله جور کرده شه، رحیم رحم کننده است که پیغمبر الله شفقت نصیب میکنه که برشون دعا بکنه. پیغمبر علیه السلام عادت مبارک بود، هر کسی که میدید زکات می آورد در کار دین در خدمت دین چیزی را مصرف میکرد، پیغمبر دعا برش میکرد. حالی هم علما مردمای دیندار در مراکز دینی که کدام مسلمان کمک میکنه زکات خیرات صدقات باید برش دعا بکنه. ابی اوفا رضی الله عنه نقل میکنه که پیغمبر عادتش بود که دعا میکرد برای کسی که کمک میکرد. پدر امام یک چیزی برش آورد، پیغمبر علیه السلام دعا کرد که اللهم چیستا صلی علی آل ابی اوفا، الله رحمت بفرست بالای اولاده ابی اوفا. و میگه که همین برکات و ثمره دعای پیغمبر علیه السلام در خود و اولاد ما مکمل در مال اولاد ما مشاهده کردم. از او خاطر کسایی که در مراکز دینی قرار داره، مردمایی که خدمت میکنه دعا برش بکنه، بسیار دعا بکنه. این دعا چی فایده داره؟ مثل که در اینجا الله بر ما بیان میکنه چیست؟ این ذریعه دعا این سبب اطمینان قلبشان میشه. چرا که دعای پیغمبر خود یقینا آرامش میداد به قلب او مردمی که مال خود مصرف کرده. حالی هم مسلمانای دین دوست کسانی که در دین خدمت میکنه دعاهای ازواره برای خود سبب آرامش قرار میده و خوش میشه اگر کسی برش دعا میکنه. و همین حق است که برش دعا کرده شوه تا تشویق شوه ترغیب شوه و دیگه هم اینمی عمل خود مستمر نگاه بکنه. این وظیفه همه کسایی که در مراکز دعوتی قرار داره. الله متعال میگه سیدخلهم الله فی رحمته، هر کس که نیت و اراده را داره الله در رحمت خود او را شامل میسازه، نمیگذاره که بدون رحمت باشه. او رحمت الله که شامل حال کسی شوه کفایت میکنه برش. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. و سابقین الله علی بیان میکنه صفات مؤمنای مخلصه بعد از اینکه تمام زشتی های منافقین قبلا الله بیان کرد. صفات متمایز در بین هر دو طایفه چی است؟ کدام است؟ اول صفت و سابقون کسانی که پیشرفته هستند، سبقت ورزیدن، کسایی که در درجه اول قرار داره، اول نمره است. الاولون هم مردمایی که در اول مرحله قرار دارن، من المهاجرین از مهاجرا، والانصار از انصار، والذین و کسانی که اتبعوهم، والسابقون کسانی که سبقت ورزیده، الاولون مردمای درجه اول، من المهاجرین از مهاجرا، والانصار از انصار، والذین و مردمایی که اتبعوهم از پی این مردمای سابقین روان شدن به احسان به مو طریقه درست. رضی الله عنهم از تمام مردم الله راضی است، چرا که به ایمانشان قبول کرده. و رضوا عنه یا از الله راضی استند چرا که الله توفیق طاعت و عبادت برشان داده. و عد لهم آماده کرده الله برایشان جنات تجری، جنات تجری باغایی که روان است تحتها در زیر درختها و قصرهای شلنها رو جویا خالدین فیها همیشه هستند در این می باغا ابدا به طریق دوام. ذلك الفوز العظیم، کامیابی بزرگ است. اگر نصیب کسی شوه الله نصیب ما بکنه. مراتب مؤمنا را بیان میکنه. از این معلوم میشه که مؤمنا هم در بین خود تقسیمات داره. سه قسم مؤمنا را الله متعال در این آیت بر ما ذکر میکنه. اولی از آن مجاهدین است، دومشان مسرعین به سوی توبه، کسایی که یک کمی خطا کرده ولیکن زودی که در طرف توبه رجوع کرده. سوم متأخرین در توبه است که به توبه کردن یک کمی پس انداخته شده. منظور است که ترغیب به سوی جهاد است، زجر برای کسایی که از جهاد خودداری میکنه. چرا؟ کسانی که توبهشان پسان شده، قبولیتشان علت شامی بوده
که در جهاد شریک نشده بود. لیکن در بین مسلمان ها مراتبی که وجود داره الله در اینجا اشاره به این کرده که در بین مسلمان ها هم تفاوت است. یک تعداد کسانی است که واره سابقون اولون میگه. آلی مراد سابقون اولین کی هست؟ بعضی مفسرین این مفهوم خیلی عام میگیره، میگه سابقون همون مردم است که هر عمل نیک موقعش میرسه و اول نمره است، اول وا میکنه. ترجمه تفسیر از کل که اول میاد، در نماز جمعه از کل که اول مسجد داخل میشه، در جهاد اول میبره، در صدقه اول صدقه میکنه. اینمی قسم، یعنی ای در سلام روبرو شدن السلام علیکم اول میگه. اینمی قسم سبقت میکنه در کارهای نیک، او را سابقون میگه و یا اولون هستند، یعنی در مرتبه اول قرار داره. بعضی مفسرین میگه که مراد سابقون اولون او کسی است که در قبل از هجرت اسلام آورده و دیگرایش بعد از هجرت که اسلام آورده. بعضی میگه نه، اصحاب بدر سابقون اولون است، دیگرایش بعضی بیعت الرضوان میگه که در اونجا شریک است، سابقون اولون است. راجع قول در بین کلی اقوال است که کسی که در دو قبله نماز خوانده و سابقون اولون است و کسایی که پسان ایمان آورده و دیگه دنبالش است. راجع قول است که نه، این جهت منافات دایی نیست، بلکه هر کسی که در اول ایمان آورده، در اول هجرت کرده، در اول جهاد کرده، این کلش شامل میشه. از همون خاطر است که عقیده اهل سنت و الجماعت است بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل ترین امت ابوبکر رضی الله عنه است. چرا او در تمام امور سبقت کرده، در پشتیبانی رسول الله، در جهاد، در هجرت، در خرج مال، در تمام اعمال، در دفاع از پیغمبر صلی الله علیه وسلم، در تصدیق معراجش، در کلی از یا سبقت کرده. از او خاطر بعد از رسول الله اول درجه است کیست؟ ابوبکر، بعد از او از عمر است، بعد از او از عثمان، بعد از او از علی رضی الله عنهم، بعد از او 6 نفری باقی که در یک حدیث رسول الله بشارت چی را داده؟ جنت برش داده. پس از او باز اصحاب بدر است، پس از او باز اصحاب رضوان است، یعنی در زیر درخت که تعهد کرده، پس از او باز کسایی که در احد شریک شده، پس از او در جنگ احزاب شریک شده. اینمی قسم مرحله به مرحله صحابه بری خود مراتب داره. عام مسلمان ها اینمی رقم است. البته در بین صحابه کسانی است که تابعداری سابقین اولین صحابه را کرده و آینده هم امی سلسله جریان داره تا روز قیامت. هر کسی که به نقش و قدم صحابه حرکت کردن یا متأخرینی هستند که تابعداری به احسان کرده. اینجا قید احسان گذاشته که در پشت سری از یا روان است به طریق احسان. احسان وقتی میشه که صحابه را به نام نیک یاد بکنی، مدحشان بکنی، دو دشنام برشان نگویی، نعوذ بالله نسبتای عیب و نقصان بر ازوان نکنی. از همون خاطر اهل سنت میگه تمام جنگای داخلی که در بین صحابه شده روی خطا اجتهادی است. هر قدر خونریزی هم در بینشان شده باشه برای ما مناسب نیست که ما بدگویی بکنیم. چرا؟ و قومی است تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یک امتی بود که پیش تیر شده، الله متعال میدانه هم حالاتش. ما مامور بایستیم که صحابه را مدحش بکنیم. در حدیث پیامبر علیه السلام میگه لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق ما فی مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. با صحابه ما داود اشنام نگوی. خالد ابن ولید رضی الله عنه مجاهد چی است؟ قماندان چی بزرگ اسلام است. با امرای عبدالرحمن ابن عوف یک کمی رضی الله عنه سختگویی میکنه، یک کمی دشنام برش میزنه. رسول الله که خبر میشه خالد ابن ولید رضی الله عنه میگه که صحابه را دو دشنام نزنی. چرا؟ به خاطر که کدام یک کار و ایشان که وا چیست کمترین چیزی را مصرف کرده که یک پاو یا نیم پاو است، اگر شما کوی احد واری هم مصرف کنی برای ازوان نمیرسه. اوی واقعیت است. کسی که در مرحله و میدان اول قربانی داده، زحمت کشیده، او قربانی ها یقینا خیلی سخت و دشوار است. از او خاطر نزد الله این قدر و قیمت برشان موجود است. در این آیت الله متعال کمال مدح صحابه را در اینجا برای ما بیان کرد که یا مردمانی هستند که الله از پیششان چی است؟ راضی. رضامندی الله زمانی میشه که تا پایان عمره یا جنایت و خیانت نکنند. چرا؟ رضامندی الله متعلق کسی نمیشه که داخل عمر مرتد شود، نعوذ بالله.
از این خاطر کسی که عقیده ارتداد صحابه را داره لعنت الله سرش است، یا سختترین و بدترین مردم است. چرا که مردمانی را که الله توصیف کرده یا او را مرتد میگه، این بسیار سخت است. صحابه فضایل خیلی زیاد داره. ما تقریر هم کرده بودیم مقام صحابه را، تقریبا 6 یا 7 کسرت سری ازی گپ زده شده. خوب است صحابه را مقام و منزلت شناختن دین شناختن است. دشمنای دین از دو راه قطع اسلام مبارزه داره. یک راهی روی است که هر کس میفهمه یعنی قطع ما مقابله و دشمنی داره. یک راهی پنهان است که از طریق دیگه میخواه اسلام بدنام یا نعوذ بالله از بین ببره. سند اسلام قطع میکنه. سند پل وقتی که از یک قریه ارتباط با قریه دیگه باشه و یک پل در بین باشه، پل آدم ور داره خود به خود چی میشه؟ رابطه در بین اردو قطع میشه. صحابه حیثیت پل با ما داره، ما را با رسول الله پیوست کرده، ارتباط داده. قطع در حق صحابه قطع در دین ماست. کدام دین که به ما رسیده او به اعتبار میشه، به اعتماد میشه. از همون خاطر یکی از جمله نیرک های یهود هم امی بود که جبریل امین قطع میکرد به خاطر که وحی بالای رسول الله میاره. وقتی که جبریل امین معیوب شد نعوذ بالله وحی آوردگیش هم معیوب میشه. از این خاطر وام در سند اعتراض کرده بود یهود. چوچای یهود امروزی سری سند اعتراض میکنه که صحابه است. صحابه را میگه مرتد است، صحابه را میگه نعوذ بالله اینطور کارهای غلط کرده، خیانت کرده، به خاطر که در حقیقت دین ما را از بین ببره. قرآن به طریقی کی به ما رسیده؟ دین به طریقی کی بر ما رسیده؟ پس وقتی مردم بی اعتماد شود دین ما اعتماد داره؟ باز نداره. از او خاطر الله متعال برای حفاظت صحابه مقام صحابه ام داره آیات خودی زیاد تاکید کرده و رسول الله در احادیث ام عموم صحابه را ام اشخاص و قوم صحابه را به طریق خصوص در احادیث یاد کرده. از او خاطر ایمان به صحابه جز ایمان اهل سنت والجماعت است. هیچگاه صحابه را کسی بد نگوید. اگر کسی بد گفت دختر خدا داد، از این معلوم میشه که نفرت و بغض با صحابه داره. پس اون مردمایی که دخترای خدا داده توبه خوب محکم بکشه که تعالی را او رفته نعوذ بالله به عقیده شرک گراییده، سببش تو شده ای، در روز قیامت جواب تو میدی که دختری تا همشیره تا به کدام طایفه دادی که او شرک میکرد، صحابه را بد میگفت، تم قطع شریک هستی. از او خاطر توبه سخت بکار است. کسی که مرتکب کار شده و آینده تصمیم بگیره فتواهای دروغی ملاها را سعی نکنه، بفهمه که قطع از یان نکاح نمیشه به خاطر که تکذیب قرآن میکنه. کسی که تکذیب قرآن بکنه او قطعا از اسلام برآمده، نکاح امرایش صحیح نمیشه. والذین اتبعوهم باحسان ما و شما هم داخل هستیم. شرط است که به نقش و قدم صحابه روان باشیم. او روزم براتون گفتم که سلفی بودن نام ضرور است. چرا که پیروی کتاب الله و سنت رسول الله هر کس لاف میزنه. یکی پیروی کتاب الله و سنت رسول الله به منهج صحابه، به فهم صحابه، به تطبیق صحابه، اینی امتیاز برای امو فرقی است که پیغمبر واره ناجی معرفی کرده. اگر این قیدا قطعش نباشه هر کس لاف میزنه. از دو خاطر ما میگیم دین از خود تفسیر نمیکنیم. امو قسم که صحابه تفسیر کرده دین از خود به قسم دیگر تطبیق نمیکنیم. امو قسم تطبیق میکنیم که صحابه تطبیق کرده. در سیاست دین از خود ما نمیاریم. امو قسم که سیاست کی بوده؟ صحابه. از دو خاطر عقیده درست در بین تمام مسلمانان امو عقیده است که در راه و روش صحابه روان باشه. سوال برادر ما خود به خود اینجا دفع میشه که رفتن در پشت امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفه رحمه الله، نه کسی سر ما فرض کرده، نه کسی سر ما امر کرده و نه ما را در جنت میکشانه. چرا ما را الله مامور به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده و رسول الله گفت که کل امت ما 73 فرقه میشه، کلش در جهنم است، یک فرقه در جنت است. زمانی سوال کردن کدام فرقه است؟ گفت ما انا علیه و اصحابی. او فرقه است که در او را روان است که ما روان استم، دیگه کی؟ صحابه روان است. ما اونمو را پیدا کرده دنبال از او روان استیم. مکمل نجات دهی است. دین امیر میگه و نه اماما و مجتهدین ما را مامور ساخته که دنبال ما بیه. یک نفر ثابت بکنه که یک از یمه مجتهدین مردم گفته که ما مذهب جور کردیم تو در مذهب ما بیا و اگر از یک مذهب در دیگه مذهب رفتی این است. این امو دکاندارای کارا را میکنه.
و دکاندارا خو میفهمه که آل مردم اگر حقیقت چشمش روشن شود ما باز مقام و منزلت نداریم. چرا یک آدم که وقتی دیگه مذاهب مطالعه بکنه دعای قومه را میفهمه، دعای جلسه را میفهمه، دعای بین اردو سجده را میفهمه، دعایی که در سجده و رکوع خوانده میشه او را میفهمه. این کلش گفته میشه، لیکن در یک مذهب او را فقط بند کرده که از این تجاوز نکن و مردکر از کلی فضایل محروم کرده و میفهمه که او مرا در بدر کرده ای. این قدر فضیلت هاست پیشم رفته. از او خاطر گپ قطعا نامده. آل تابعداری به احسان صحابه ضرور است، چرا که قرآن هم مدح امی مردم کرده که به نقش و قدم کی روان باشه؟ صحابه روان باشه. الله ما و شما را از او جمله بگردانه. رضی الله عنهم، الله از پیشان راضی است. چرا راضی است؟ به خاطر که عملی را انجام داده که الله پسندیده، یعنی در زیر فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بدعت ایجاد کردن نه مخالفت کردن، به تمام فرامین پیغمبر گوش گرفتن، تطبیق کردن، عملی کردن، اطاعت از ما امر کرد، اجتناب از ما نهی کرد و رسول الله را از جان خود کرده، از نفس خود کرده مقدم شمردن، دوستی کردن. الله همونطور بر ما نصیب کنه. از او خاطر الله از پیش راضی است. و ردوا عنه، یا از الله راضی است. چرا؟ همینطور نعمت عظیم الله برشان نصیب کرد. روزگاری بود که قتل و قتال بود، روزگاری بود که شراب نوشیده، قمار زده میشد، روزگاری بود که دخترها را زنده به گور میکرد. اما با آمدن رسول الله نعمت عظیم نصیب صحابه شد. صحابه قدر میدانست. از او خاطر و ردوا عنه، صحابه از الله راضی است که همچون نعمت نصیبش کرد. ما هم میطور هستیم، از الله خود راضی استیم که ما را در اینجا در پشت میز قرآن آورده. ما از الله راضی استیم که عقیده صحیح نصیب ما کرده. ما از الله خود زیاد راضی استیم که زمینه دعوت و خدمت دین بر ما مهیا کرده. باید راضی باشیم. و اعد لهم جنات تجری، آماده کرده الله برایشان باغ‌هایی که روان می باشد تحت در زیر باغ‌ها، یعنی در زیر درخت‌ها و بلدنگ‌هایش، الانهار و جویا، خالدین فیها، همیشه می باشند دری ابدا به طریق دوام، هیچ از پیشش این طرف و طرف نمیشه. ذالک الفوز العظیم، داخل شدن در جنت اینی کامیابی خیلی بزرگ است. الله متعال نصیب ما بکنه. و ممن حولکم، من بعضی از کسا که در گرد و بری توست، من العراب، از مردمان دیهات، منافقون، منافق است. ای پیغمبر علیه السلام تو نمیفهمی نمیدانی. و من اهل المدینه، از اهل مدینه منافق است. مردو علی النفاق، یا مهارت حاصل کردن، رسیده به درجه کمال به نفاق خود، بسیار زرنگ و ماهر هستند، نفاق خود پنهان بکنه. لا تعلمهم، تو نمیدانی همونطور. نحن نعلمهم، الله میگه ما میدانیم. سنعذبهم مرتين، زود است که عذاب بدیم 2 مرتبه. ثم يردون، بعد از بازگردانیده میشه الى عذاب عظیم، باز عذاب دردناک، عذاب بزرگ. این ما عذاب بر از 2 مرتبه میدیم. 1 مرتبه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم شد، 2 مرتبه در زمان کی؟ عمر رضی الله عنه. این منافقین همه طورام شدن. و آخرون اعترفوا، دیگرها و مردمایی هستند که اعتراف کردن به ذنوبهم، به گناههای خود. خلطوا عملا صالحا، یک جا کرده بود عمل نیکی خدا، جهادای سابقی خدا، یا اینجا توبه و اقرار بالای نرفتنی خود. و آخر سیئا، دیگه عملی بده که باقی ماندن بدون عذر از جنگ تبوک بود. عسى الله، امید است یعنی وعده است از جانب الله، ایتوب علیهم، که رجوع رحمت کنه بالایشان به قبول کردن توبهشان. ان الله، یقینا الله متعال، غفور مهربان ذات است، توبه را قبول میکنه، رحیم رحم میکنه، اثر تو گناه را از او دور میکنه، آینده توفیق عمل نیک برشان میده. 10 نفر از مسلمانای مخلص بود که در جنگ تبوک شریک نشده بودند. مجموعه 10 نفر اینطور نبود که عذر داشتن، بلکه امروز و صبا کرده که این ما میریم پیوست به لشکر میشیم، نتانستن که بروه. اینجا بود 7 نفر از که در اون جمله هم ابو لبابه رضی الله عنه است. آلی هم در مسجد نبوی ستون به نام چی هست؟ ابو لبابه هست. این 7 نفر در مسجد نبوی رفتن، خود در ستونا بسته کردن. پیغمبر علیه السلام از جنگ پس می آمد، قبل از اینکه رسول الله برسه یا پیش از پیش خود در ستونا بسته کرد. امو بود که الله متعال چی را توبه از یار قبول کرد و یا خود باز نکردن تا که رسول الله صلی الله علیه وسلم امو گریه های از یار خلاص کرد، توبه از یار قبول شد.
3 نفر باقی ماند. توبه زیاد به تاخیر افتاده که پشت سر حالتش الله متعال باز بر ما بیان میکنه. ما تنها در مورد 7 نفر مؤمن مخلص هیچگاه سر گناه قایم باقی نمیمانه. یک خصوصیتی که الله برای صحابه نصیب کرده بود می بود، معصوم نبودن، گناه ها از پیششان صادر میشد. معز رضی الله عنه زنا کرد، غامدیه رضی الله عنها زنا کرد، اینی صحابه از جهاد باز ماندن یا کلش گناه ها بود، معصوم نبودن، گناه از پیش صادر میشد، اما حفاظتش الله کرده از صحابه را. چی رقم حفاظت کرده؟ الله توفیق توبه را نصیب کرده. برای کی؟ برای صحابه. این کمال است در یک انسانی که الله توفیق توبه را برش نصیب میکنه. نعمت بزرگ الله متعال است. از همون خاطر است که به کعب بن مالک رضی الله عنه برش میگه که بعد از ولادت مادرت اولین روزی خوشی تو اینمی روز است که توبت قبول میشه. هر مؤمنی که توبهش قبول شوه یقینا از این که در روز خوشی دیگه نداره. مردم سالگره های خود تجلیل میکنه، لیکن ما میگیم نه، روزی که توبه ما قبول میشه. چرا؟ ما گناهگار هستیم. ابتدا زندگی ما طوری تیر شده در جهالت، تاریکی، خاکای قبرار هم خوردیم، لیکن ما رجوع میکنیم. حق که بر ما رسید آلی استمرار سری باطل باقی نمیمانیم. حق شناختم زود دیگه توبه کردم، رجوع به سوی الله میکنم. البته توبه صورتهای مختلف داره، یعنی هر عمل برای خود توبه جداگانه داره. یک آدم نماز نخوانده تالیره، آلی توبه میکنه، قضا سرش نیست، گریان به الله بکنه، رجوع به الله بکنه، آینده محکم نماز خود ترک نکنه. البته نوافل بخونه، خودی نماز فرض قضا سرش نیست، چرا که پیغمبر امر نکرده. یک آدم روزه نگرفته، توبه کردن از روزه ایست که سابقه چقدر روزا را خورده در وقتش پس روزه بگیری. یک آدم مالی کسی را خورده، توبه از او ایره میگه که تو امو مالش پس بدی، خودش نیست وارثش بودی. اگر ایج نمیشناسی در یک جای به مو مقدار صدقه کو که الله ثوابش بر ازو برسانه. اگر از کافر مالش گرفته باشی، او مستأمن بود یا ذمه بود، اونجا باز امو مال در بیت المال در کارهای عامل منفعه مصرف کو. این هر چیز برای خود صورت جداگانه داره. یک آدم نعوذ بالله غیبت کرده کسی را، بروه امو قدر که بدگویی کسی را کرده مدح از او را بکنه، از خود از او چی بخشش طلب بکنه. خلاصه ایسته که توبه صورتهای متنوع داره. علما 2 قسم توبه را تقسیم میکنه، یکی در حق خالق و یکی در حق مخلوق. در حق خالق 3 شرط قائل است. اول ندامت، اظهار ندامت و پشیمانی سری امو عمل، دستی امو عمل ترک کردن، عزم کردن که بازی عمل انجام نمیدم. در حق عباد یک شرط دیگه هم است که اگر امو چیزی که تو سرش ظلم کرده از پیشش گرفته پیشت موجود باشه پس رد کردن. اینی چیستا توبه است، اقسامش است. اینجا درسی که برای ما چی حاصل میشه، نعوذ بالله شیطان با وسوسه و تکبر در ذهن صحابه نه انداخت که شما چرا میره پیش از پیش هم خدا نقطه نیرنگی جور میکنه، یک عذر بانه برش بکو. نه، یا صادق بودن میگفتن به پیغمبر عذر میتانیم، به الله چی بگویم؟